روز چهارشنبه بار اول امریکا اشاره کرد که حضور بدون مهلت نیروهایش در سوریه بخش استراتژی این کشور است. هدف آن جلوگیری از احیای گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی، دریافت راه دیپلماتی به تدریج از قدرت دور کردن پرزیدنت سوریه بشار اسد و کاهش نفوذ ایران است. سالهای طولانی سوریه زیر رهبری بشار اسد همچون کشوری زیر دست ایران جلوه می‌کند. حکومت مرکزی بیرون از نفوذ اسد خواهد توانست که نظارتش روی سوریه را ثابت کند. کاتب دولتی امریکا از منبر دانشگاه استنفورد ابراز داشت که حکومت سوریه زیر حمایه روسیه و ایران قرار داشته برکنار کردن رژیم اسد به تلاش‌های دیپلماتی و صبر نیاز دارد. پیام تیلرسون همچون استراتژی نو پرزیدنت ترامپ در سوریه ارزیابی می شود که در آن هدفهای درازمدت، تهدیدها و از جمله مقاومت شدیدتر نیروهای آمریکایی با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی پیش بینی شده است. کوشش‌های ما از احیای نظم و ثبات و دریافت راه حل دیپلماتی نزاع در سوریه عبارت می شود. اجازه دهید آشکار بگویم که حضور نظامی امریکا هدف دارد و احیای گروه دولت اسلامی راه ندهد. حضور نظامی ما در سوریه وابسته به وضع خواهد بود. ما نباید خطاهای سال 2011 را تکرار کنیم. آن زمان بیرون شوی بر محل امریکا سبب شد که القاعده نجات یافته به گروه دولت اسلامی تبدیل شود. خلای سیاسی امکان داد که گروه دولت اسلامی و دیگر سازمان‌های تروریستی نظم عراق را به هم زنند. امریکا در سوریه تخمینا 2000 افسر و سرباز دارد. این نیرو چند دفعه با تهدیدهای مستقیم نیروهای سوریه و گروه‌های رو به ایران مواجه شده است.